سلام گویس بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین با یه ویدیو دیگه با چنل ما. اسم چنلمون گیم اووره و بهتون قولشو داده بودم کالافو بالاخره نصب میکنیم و با پسر خالم جلال و پسر خالم یه کالاف پلیره که لولشو میبینید و توی تفنگاش میریم. الان اگه بیاد کجا رو میزنم ریختم برای خودم. بعد اینا دنسامن کلی برام اکانت پسر خالم برام جور کرده بود و الان این یکی از دنسامن. کلی دنس دارم. کجا میرفتم تفنگامو نشون میدادم بهشون. ها اینجا بچه ها، اینجا تفنگا من هستن. اینا جل خودت نشون بدی بهتره، بلد نیستم خیلی کامل. لول هم 400 هستش. اینم از گانایی که دارن، اسنایپایی که داره دیگه. خیلی از چیزهای خفن، خیلی خفن است که اکانت که ما داریم اینجا الان همه چیش فقط 117 نداره دیگه، همه چیش فوله دیگه. تقدیم به چیزهای لجندش، خیلی چیزهای خفنی تقدیم، مثل QQ9 اچ زیلات، چیزهای خیلی خیلی خفن. و یکی هم از اینا مثل این هستش، این عشقمه. خیلی چیزهای خفن دیگه هست که من الان نمیدونم کجاست. خیلی مثل HS اسکلتی داره، کریم دیوایس داره، خیلی ایناش خوبه. کریمش بیوایش مخصوصا ایناش خیلی، اسکیناش هم خیلی مهمه. میریم در بخش اسکینا. آرتری هستش، 2 آرتری داریم دیگه. خیلی از اسکینا گستا داریم، گست سیزن 1 داریم. خیلی از آدمه که شان گردن داره. بچه باورتون نمیشه و ما یوتیوبر مورد علاقتون توی کالاف مهزیات برگم اسکینشو داریم. اسکین مهزیارم سنگم بالاست. تقدیم میکنیم به نگاه عشق شما که ما را فالو میکنید و لایک. هر واسه بکشه طوری نیست. من تو فرمتیک میشتم خود دانی این مناسب کارم فکر کنم باشه. بچه واسه ببندشون اول نکن. بچه این تفنگمه، میبینیدش خیلی خوشگله. چیه یادم نیست. و این لاشی دادی بذارم چیترم. بچه دفعه قبلی چی شد؟ دیگه مردی. روانی چی؟ و بچه اینم از جلال هست. بچه جلال تا چند هفته پیش نفر سوم بتل بود با اکانتی که داره. تفنگم آورد. این گروه متیک بچه واسه یه تفنگ دارم خیلی خوبه. برای تو اون نمیشه. نگاه نکن. هلو how are you؟ نخواد فینیشر کنیم؟ نه چه آدم خیلی دوست داره فینیشرشو بگیره.
دارم وسیله برمیدارم، خیلی بیشوری. نگاه نکن بچه، یه بار دلم میخواد با این برم ببینم چی طوری کار میکنه. تفنگی تا بزن دستشو بزن یه پیار رو همین دستشو بزن واو بچه تو نماردی چیته سگ. چی؟ بچه من یه ذره نوبم تو بازی، چون تازه نصب کردم و پسر خالم برام چی بخواد تو خودت ارو گوشیم دیدی. آره ارو گوشیم دیدی ها، ارو گوشیم به خدا. آها باش کن هرچی باش بازون پشمه سجی اصلا وی نوبه سگ. بچه خب من هنوز کامل تمرین نکردم. کجا رو میزنه تینگ تینگ تینگ. شانست بس میشه تو باسم بده سکیر زن Failing this mission. دست نماد من بینجا فینیش همون میخوای بگیری؟ آره اگه تونستی همه بالا فینیش همو بگیری. تموم ماشی شوری که هیچی بود باز بیا همونجا تا یه اشاتی بهت بزنم بروکنی. من بروکنه میکنم توت. اوجی چی نگی ناموسن باز بیا پیا رو سکه باش. او کجا سکوه؟ نکش میخوام بیام رو سکوه. نکش نزن مرتی که خر. ساعت 11 خواب مرج پسر خالت اسکل باشه خودت هم اسکل بشی.
بچه پسر خاله من جلال کلن وقتی که کلاف نصب کرد منم دیگه اصلا کلاف و اصلا رفت تو ذهنم و اولش میگفتم کلاف به درد نمیخوره نمیدونم چیز میگفتم ولی الان که نصبش کردم عاشقشم. الان که ریدم به رادیو 3 روز بعد چی دیگه جلال گوه نخور یعنی دیگه ترس نکنی یارو همون سخته میام به خودو کشتیم بود جرد میدم اینو ویدیو کجا میزنه؟ باز بیان اونجا باز بیان بچه دستم گرم نشده به خدا حتیش کتی دیگه به حساب میرسم جواب بچه خواهم بهشون خیلیتم اگه او به من حسابم نرسه من به حسابتون نرسم نوب نیستم دارم چیپس میخورم دستم این لیز لیزکیه نو بستم به خود دستم لیز لیزکیه سگت دیگه بشین سگ کم رفت غیر علامت خیلی کشتی؟ با چاقو میکشی 23-11 تموم سیختی روی درال مدیه بردی بزن یک میزنم 3 روز فقط گریه کنه هی بچه ها تاری سلی لایک و کامنت کنید سابسکرایب کنید تا در سربامون بیشتر بشن چوسی